خب این روزا تو تلویزیون رژیم ما مدام شاهد این هستیم که میگن داریم میلیونی دوزهای واکسن کرونا وارد میکنیم و همه سردمداران رژیم خلاصه شیر ورود واکسن رو به صورت فعلی و میلیونی باز کردن و به تلویزیون میان و راجع به این حرف میزنن. حالا بابک نظر تو راجع به این ورود فعلی و میلیونی واکسن چیه؟ واکسن کرونا آیا کاسه زیر نیم کاسه است؟ نه اتفاقا کاسه زیر نیم کاسه نیست. خیلی شفاف علتشو گفتن. گفتن که این رئیسی زنگ زده، طرف حسابا هم دیگه با زنگ رئیسی فرستادن. منتها اشکال کار اینه که این آدمای جدید رژیم برخلاف شارلاتان قبلی بلد نیستن دروغ هم بگن، سر ته دروغشون هم میتونن هم بیارن. ببینید این داستان تلفن انقدر مفتضحه که خود روزنامه رژیم گفتن اگر این رئیسی این تلفن رو داشته و نمیزده پس مجرمه، چون 2 ساله که الان مردم بی واکسن دارن فوت میکنن. اگه اون یارو منتظر بوده که رئیسی رئیس جمهور بشه بعد این شماره تلفن رو بده، پس چه سر و سریه، یه حساب کتابیه. خلاصه سرتا این داستان اصلا به هم نمیچسبه. رژیم هم به یک فلاکتیه که این رئیسی جانی رو براش آبرو بخره شروع میکنه به بافتن اراجیفی از این دست. این یارو عین اللهی هم وزیر بهداشت رژیم همونیه که نامه نوشته بود به خامنه ای که 2500 تا پزشک بودن، بعد تهش در اومد 196 تا که 190 تاش سنتی بودن، 6 تا پزشک هم سهمیه‌ای چپونده بودنشون دانشگاه. روغن بنفشه‌ای بود. اون اصلا 190 تاش روغن بنفشه‌ای بودن، مدرک داشتن. این 4 تا 5 تا هم که مدرک داشتن از اینایی بود که میفرستن گله‌ای تو دانشگاه از آدمای رژیم. این گفته بود که نامه نوشته بود که آقا دشمنا میخوان استکبار میخواد با واکسن با سلاح بیولوژیک نظام رو از پا در بیاره و مطلقاً واکسن وارد نکنید. الان هر شب تو تلویزیون واکسن اومد. تلویزیون رژیم هم که هر شب مستند نشون میداد که آقا همه صورت‌ها تو اروپا کج شده، یه عده دارن میمیرن. اصلا اروپایی‌ها مهاجرت کردن آفریقا، بیهوش میشن میافتن رو زمین. آره اصلا اروپایی‌ها دارن مهاجرت میکنن آفریقا که واکسن اجباری نزنن. اصلا مردم میگن کرونا بگیریم واکسن نمیزنیم. الان عوض شده. الان هر شب میگه آفتاب لگن هفته از شام و نهاری چیه دیگه. واکسن بار زده شد، اومد تو هواپیما تیکاف کرد، هواپیما بلند شد، الان نشست تو فرودگاه مهرآباد تا اینجاش میان. بقیه‌اش این واکسن ها تحویل ستاد اجرایی خمینی ملعون میشه و بازار ناصر خسرو مافیای حکومتی و قاچاق این داروها و واکسن ها توسط عشاقان ولایت. بله یعنی میگی که خلاصش چه 1 دوز واکسن وارد شه، چه 1 میلیون دوز واکسن، چه 100 میلیون سهمی برای مردم ایران نیست. بله یعنی واقعیت اینه که الان این هم که ادعا میکنن، باز که شما مراجعه میکنید صبح سر این مراکز به عنوان به اصطلاح تزریق واکسن نوشتن که یا میگن اصلا واکسن نداریم، نه یا از شب قبل نوشتن اصلا مراجعه نکنید، توقع بیجا مانع کسبه، اصلا واکسن نداریم. بعد بعضی جاها هم نوشتن فقط واکسن برکت داریم که مردم تا اینو میبینن بودورو اصلا چند تا خیابون دور میشن، چون میگن اگه از کرونا تا الان هیچیمون نشد حتما با زدن واکسن برکت بدون برو برگرد از این دنیا خواهیم رفت. یعنی الان وضعیت با توجه اینکه میگید میلیون ها دوز، البته بگم میلیون ها دوزم چون رئیس اینا که فرق 100 میلیون رو که نمیدونن، رئیسی که نمیدونه 100 چیه میلیون چیه. تو اگه همین رئیسی رو با کابینش جمع کنی بگی این عددهایی که میگید و بنویسید، برید از رو هم بنویسید، بعد از یه هفته اشتباه می‌نویسن مطمئن باشید. بله پس خلاصش این که این سیل واکسن که الان بحثش هست به نظر میاد خیلی سیل واکسن نیست، سیل پوله که میخواد بره تو جیب آقایون. بله دقیقاً هر جایی که رژیم از این تبلیغات میکنه منظورش همون سیل، همون که گفتی سیل پولیه که میخواد بره تو جیب این آقایون، اسمش میذارن سیل واکسن. هنوز چیزی عاید ملت ما نشده، بیشتر همین شعر و شعاراست که تلویزیون رژیم میده. بله پس با این حساب میگی دروغ هم نمیتونم بگم، با این وضعیت عقلی خود رئیسی و اون کابینش و این مسائلی که به بار میارن فکر نمی‌کنم دیگه این گفتگوهای پیکشادی و پیکشادی کفاف اینا رو بده، باید یه برنامه ویژه براشون در نظر گرفت. اگه ما بخوایم امید بریم تو هزل و هجو صحبت‌های رژیمی، اصلا کارکرد هزل و هجو توی دستگاه اینا، برنامه پیکشادی چیه؟ 2 تا شبکه فارسی زبان 24 ساعت هم از پس هجویات و مزخرفات اینا بر نمیاد. فعلا میگن آب دریا رو نتون نمیشه کشید، به اندازه وسعمون میکشید. همین هفته 5 دقیقه خوبه. بله خب خیلی متشکرم ازت و گفتگویی که با هم داشتیم و برنامه پیکشادی رو ادامه میدیم. درسته که آخوندها صنعت و تولید و اقتصاد ایران رو با خاک یکسان کردن، اما در زمینه صنعت دروغ و دغل‌بازی به تولید انبوه رسیدن.
این صنعت خودش رو به شکل‌های مختلف نشون میده که یکی از اینها فیلم بافی و سریال سازی های مسخره است. کلی خرج میکنن و بودجه اختصاص میدن، اما النهایه فیلمی که بافته میشه فقط یک کاربرد داره و اون هم سوژه شدن توسط طنزپردازان پیک شادیه. بخش بعدی برنامه‌مون معرفی فیلمه که اجازه بدید بدون توضیح بیشتر اون رو با هم ببینیم.